سلام بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی. این لحظه در مهمانی ما قرار دارند خانم گلرخسار رافی و طبیب شناخته‌ای که چند پیش از یمن برگشته بودند. خب خانم گلرخسار خوش آمدید به استودیوی ما و میدونیم که طول 3 ماه با شما در وطن هستید، در نزد نزدیکان و پیوندان و خب همین 3 ماهی که است برای شما چگونه روزها است و شما چی حسیات و چی حال و احوالی داشته در این 3 ماه؟ اولا السلام علیکم. خوشبخت از آن هستم که طول این 3 ماه من در نزد پدر و مادرم و فرزندانم هستم. طول همین 3 ماه در تاجیکستان وضع زیست و زندگانی شما، شرایط شما و شرایط کاری شما چگونه بود؟ چون که ما زمانی که همون شامی که شما آمده بودید همراه شما به خانه شما رفتیم و رئیس شهر اسلام شفیق نیز وعده داده بودند که شما را با هم منزل استقامتی که مشکل اصلی شما همین بود و هم با جای کاری خوب تامین خواهند کرد. بالاخره این وعده چی شد؟ بله شما درست میگویید. رئیس شهرمان آمدن شرایط زیست و زندگانیمون را دیدن و وعده دادن که با من زمین نازدهارلگی و هم با جای کار تامین میکنم. چی شد؟ یعنی شما اول در کار پیدا شدید و همین زمین نازدهارلگی هم صاحب شدید شما؟ نه، حالا با یکم آمده وای نکردم. یعنی سنجش هم نگذراندن؟ نه، حالا سنجش نگذراندن. وعده دادن نه که سر و صدا بود که ما مثلا با مسئولان صحبت کردیم که بالاخره گفتن که ما داده نمیتوانیم زمین نازدهارلگی گفتن نه، باید کوارتر داده نمیتونم، خانه زیست داده نمیتونم. اما شما در کجا کار کرده ایستادید؟ من با همشیره شفقت هستم و حالا در شعبه و کار میکنم، امور یعنی کار میکنم. یعنی اصلا کسب شما مامودایگی است اما شما در شعبه حجتگذاری کار کرده شما الحال در شهر دوشنبه هستید و اینجا به چی نیت آمدید؟ شاید مثلا یکان نقشه و نیت کده آمدید به دوشنبه؟ من الحال به دوشنبه آمدم که با جناب عالی اولا رحمتنامه خودم رو، مینتداری خودم رو رسانم و با عریضه به پرزیدنت محترم امامعلی رحمانوف مراجعه میکنم که مرا به منزل استقامتی و جای کاری خوبتر تامین کنم. شما چون طول 3 ماه در تاجیکستان هستید باری هم به شما از یمن زنگ زدن و بازم به کار شما دعوت کردن، چون که شما اونجا یکی از کارمند تجربه دار بودید و میتوانستید کاری خوبی به انجام رسانید. خیلی دعوت ها شد بازم؟ بله، مرا باز دعوت کردن، زنگ زدن بیا معاش وای میتیم بسیارتر میتیم بیافتم، اما پدر و مادرم روزه نشدم که دیگر به دولت‌های خارجی نمیروید. به دوشنبه یا خوجم مایلشونه که به دولت‌های خارجی نمیرویم. تشکر زیاد خانم گلرخسار و بازم ما امید داریم که صحبت‌های آینده ما در مورد موفقیت و کارهای پربار شما انجام خواهد شد. خب بینندگان عزیز، صحبت داشتیم با خانم گلرخسار رافی و طبیب شناخته که چند قبل در اسارت یک گروه تروریستی در یمن بودند و بالاخره با کمک و دستگیری های حکومت تاجیکستان و حکومت یمن به تاجیکستان برگشتند.